اولین انیمه ناروتو و من دومین انیمه‌ای که تا حالا تو عمرم دیدمه و خیلی خفنه و بچه حتما این انیمه رو ببینید. شخصیتتون رو کامنت ها بگید، من خیلی عاشق کاکاشیم. خب بریم سراغ انیمه بعدی. انیمه بعدی شیطان کشه و اولین انیمه‌ای که من تا حالا تو عمرم دیدم و خیلی خفنه. ببینید من میتونم بهتون بگم این بهترین انیمه است، ولی از نظر شخصی خودم خب من حتما این انیمه رو ببینید، چون مثلا حالا ببینید نظرتون رو تو کامنت ها واسه من بگید. سومی انیمه که میشه دفترچه مرگ و من این رو هنوز ندیدم، ولی از اسمش و از همه چیش معلومه خیلی خفن. لطفا بهم بگید مثلا داستان از چی شروع میشه، من خیلی دوستم بمونم. خیلی ممنونم که دیدید، بریم واسه چیزای بعدی.